گفتم یه فیلم طولانی بگیرم، حتی بلوتش کنم، حداقل بتونم چند کلمه صحبت کنم. من واقعا اینجا رو دوست دارم، چون آرامش میدم. میدونی اکثر اوقات دلم نمیخواد کسی کنارم باشه، دلم میخواد تنها باشم. از آدم فراریم، حالم بد میشه وقتی کسی کنارم بیشتر از نیم ساعت میمونه. نمیدونم، شاید مریضم، شاید دیوونم، ولی خب اینجوریه. اکثر اوقات میذارم بیرون، یا تو همچین جای خلوت میمونم، یا نیم ساعتی، 40 دقیقه، شاید یه ساعتی، یه جورایی رفرش میشم انگار. اینم روبروی منم. کجاست نمیدونم، اصلا کجا بود.